این شربت آشورده رو زلفیه تایلانова از میوه‌های باغ نزدیک حولیگیش تیار نموده برای دوره زمستان ذخیره نموده است. اویلای آنها کلان است. زلفیه کوشش دارد که همون قدر محصولات ذخیره نماید که زمستان رو گذرانند. ذخیره گندم ذخیره کردیم، شلی، زاکسکا، تمات برای زمستان ذخیره کردیم. ما هم بسیاریم چکونه 5 اویلای برای زمستان ذخیره کردیم اونجا. این قسمت دیگری محصولات غذایی همراه با شربت و آشورده‌های میوگی در این حجره نگاه داشته شدند. انباری کلان باشد اینجا است. امسال برای ذخیره گندم کولی ساختند. در کولی زیاده از 3 تن گندم رو ذخیره نگاه می‌دارند. این لینچه های پر از شالی را هم با مهنت اعضایان عائله جمع آوردند. فهمید که بعد فهمید هیچ کنه نمیشه، ما خودمون ذخیره میکنیم. کووید 19 آن همین طور عائله ها را وادار نموده است که موادهای غذایی را ذخیره نمایند. و مثل زلفیه دیگر عائله ها هم برای ذخیره غذا از روزهای اول تابستان استفاده بردند. گلنوره ساکن شهرک هولبوگ می باشد. ما برای آمادگی هر سال در زمستان کمشتر 200 بانک زودتر محکم میکنم. مثل از پامیدور، بادرینگ استفاده میبرم، کاپوست، قرنفل تیز، قرنفل بلغاری، همه میوه استفاده میبرم. خیلی که چیه خیلی مثل خونه در مهمان میاد یا که برای خودمونه همین رو همه شای استفاده میبریم در زمستان تا زمستان دیگه رو تا تابستان میرسونم اون هم خیلی. برای آنکه زنان به ذخیره غذا مناسبت جدی داشته باشند با اقدام ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان چاره‌بینی اصول خانه به خانه به راه مانده شده است. نمایندگان شعبه های کار با زنان و عائله خانه به خانه گشته با ذخیره غذای عائله ها شناس می‌کردند. در عائله گلنوره آرد و روغن و برنج ذخیره کرده شده است. ذخیره هیزمی جمع آورده برای 2 سال بسنده می باشد. این چیزای بهتری نباید که هر یک زنی را بتونه، برای که از این نیست همون زنی که همه کارا را نتونه. زنهای ما همه هنرمندن، هوزی خشگرانه همه تنجی و امونی همه دولت مون که همه چیز مود مهیا شرایط مهیا خیلی در بازار همه چیز هست. همه چیز مهیای شرایط، همه چیز ارزان، خوش رو همه طرفه. ما میتونیم که برای فرزندمون مثلا در ذخیره زمستان تمام چیزا خیلی بکنیم. خیلی کامپوت هسته، اینا پامیدور، بادرینگ، زاکسکو هستن. خیلی همه طرز نموده مثلا چیو هستن همه رو محکم کنیم بهترین میشه. مثلا یک شیشتنده همه کسا با یک بانک میکشیم قد فرزندمون استفاده میبریم بهترین میشه. یک مهمون ده با دلافروز عبدالحق‌زاده میگوید که چاره‌بینی اصول خانه به خانه نتیجه خوب داد. در این خصوص از نتیجه کارشان آنها به مقامات بالایی اثبات دادند. رفت اجرای دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت در ناحیه واسه دایر به ذخیره موادهای خوراکی که در ایام زمستان با مشکلی راه ندهند طبق نقشه ریاست کار با زنان و عائله مقامات اجرایی دولتی ناحیه واسه در ناحیه واسه از روی اصول خانه به خانه کارهای فرماندهی گذرانده استفاده که عین زمان ما و پیشنهاد مقامات اجرایی که دولت ناحیه صحبت ها گذرانیده در حدود ناحیه زیاده از 50,000 بانک های خوابانیده شده پامیدور و میوه و سبزیجات که زمان و بانوان ما ذخیره کرده کارها در سمت بلند رفته ایستاده. همزمان طبق نقشه دستور سپارش های مقامات اجرایی دولتی ولایت ختلان از حساب زنهایی که رهبران خواجگی های دهقانی هستند فعالیتشون در خواجگی ها هستند برای عائله های نیازمند یعنی عائله هایی که دسترسی ندارند مواد خوراک از قبیل کارتشکا و پیاز، تربوز و خربوزه و کدو و بانکه های افشوره و پامیدور و میوه و سبزیجات به اونها کمک رسانده شدند. به 5 عائله نیازمند کمک رسانده شده است. اینجا بازار جمعیت مطلوبات ناحیه واسه است. روزهای اول آغازی کووید 19 ارزش محصولات غذایی یک باره 2 تا 3 مراتب بالا رفته بود. در نتیجه تدبیرهای اندیشیده دولت نرخ‌ها به تنظیم درآورده شدند. در بازار جمعیت مطلوبات ناحیه واسه نسبت ذخیره محصولات نیاز اولیه مردم و 12 آگوست سال 2010 اشرف صاحبکاران در بازار مرکزی ناحیه به فروش آماده‌اند. کارتشکا 2,500 تونه، پیاز 9 تونه، برنج 9 تونه، سبزی 21 تونه،
2 тонна, равған 4 тонна. موجود میباشد که در حالت چیزا ما با فروش میبریم برای آدمای خریدار. مسئله باید نرخ نمو باشد و مطالعه کردیم در همون تو روز 29 اپریل مسئله کارنامه در تاجیکستان برآمد. همین نرخ نوای ما کارتوشکا 8 سوم بود، پیاز 3 سوم بود، سبزی 1.5 سوم بود، بادرنگ 7 سوم، پمیدور 18 سوم، خیلی گوشت گاو و گوسفند بود 50 سومی بودند. اینا نسبت به امروز نرخ کاهش یافته گشت. کارتوشکا بود 3.5-4 سوم، سبزی 1.5-2 سوم، بادرنگ 3 سوم، پمیدور 3 سوم. که نرخ گوشت گاو و گوسفند بود یوان میده تغییر نیافت. هم نرخی که چخیل بود تا اون وقت هم نرخ رفته است. یعنی کدام محصولات قیمت چیده میده؟ قیمت چیدگی نیست. قیمت چیدگی نیست. ارزان شده مگه قیمت چیدگی نیست. ماه اوگوست بازار جمعیت مطلوبات ناحیه واسه محصولات های اولیه نیاز اهالی ذخیره کرده شدند. انبارها پر از محصولات خوراکه می باشند. این دکان ها دولتی نیستند. بنابراین برای جمعیت مطلوبات جدا نمودن مبلغ برای ذخیره ما با صاحبکاران شرطنامه بستگیم. صاحبکاران محصولات های نیاز مردم را آورده ذخیره میکنن، در حالت چکن به فروش میبرند. همین مبلغی که ذخیره کردگی برای زمستون بسنده هست؟ بسنده نیست است. ما در ماه سپتامبر اکتبر کارتوشکا با میشه و پیاز از طرف ولایت سوق میشود. ما محصولات را با ذخیره میکنیم. برای زمستون گذارین تیراموی 2020 زمستون 2021 ذخیره را باز زیاد میکنیم. این بسنده نیست. ما حرکت میکنیم که محصولات را ذخیره بسیار تر کنیم برای اگر از سوق آورده نشود چی؟ در این حالت ما محصولاتی که بود کم ترک چی میکنیم برای فروش برآوردن چی میگم معیارش کم میکنیم برای که هم 3 ماه 4 ماه است محصولات برسن. خب این همی در صورتی که یک نورسایی میشود بعد چیکار میکنه جمعیت مطلوبات؟ اتفاق طوری مطلوبات در ناحیه حصار سردخانه دارد. همه محصولات را در سردخانه اتفاق طوری مطلوبات ذخیره میکنن. ما با واسطه مکتوب با ما پیشنهاد میکنیم ما را محصولات را با دسترس مینمایند. همین حالت یکم دیگه شدگی بود؟ پارسال بود طوری مطلوبات هم کارتوشکا هم پیاز ما در روان کردن. هم کارتوشکا ایسا ذخیره سردخانه که دارم جا 500,000 تونه دارم ما پیشنهاد میکنیم می محصولات را ما در پیشنهاد میکنیم. در تاجیکستان ذخیره غذا برای دوره زمستان جدی است. در این خصوص در همه چهاربینی‌ها و جمعیت‌ها تاکید می‌سازند. در مشورت اوگوستی آموزگاران رئیس ناحیه واسه آموزگاران را تاکید نمودند که به این مسئله دقت جدی ظاهر نمایند. همه سمت‌ها در سطح بسیار خوب قرار داشت. یعنی هم مسئله موادهای غذایی کدی هم دیگر موادهای سوزشواری و دیگر کدی درست بود. حاضر همینو علاقه بای رفته است. یک قطار دولت‌های گرد اطراف ما علاقه گرسنگی پیدا شده دارد. فهمیدید؟ گرسنگی پیدا شده. انا برای همین خاطر شما یک ایدئولوژی خیلی سطحی بلند هستین. شما همین در بین گرد اطرافی که ما در آنجا جماعت کار میکنیم فعالیت میکنیم یا بار وخوری گذراندن در کار مردم همین سمقتی هدایت کردن در کار فهموندن در کار که امروز اگر چقدر باشد باید ما موادهای غذایی را برای سال 2021 ذخیره کردن در کار که اگر از آن نکشید امکانات امروز هست شرایط هست در جمهوری ما همین سمقتی لایه کار کردن در کار دیگر مسئله که امروز ما با سهم شما رساندیم بیماری کرونا ویروس بیماری بسیار خطرناک است که با سلامتی انسان تهدید میکند آدم‌ها با هلاکت میرساند بسیار موارد همین سمقتی هم کارهای فهمیدتی باید در بین شما در یک سطح بسیار خوب باید قرار داشته باشد مردم همین سمقتی باید با هدایت کنیم. در منزل زلفیه تایلون و قریب که همه روزه 15 عدد انا همین گونه نان گندمی میپزند. این اویله از بازار اردو دیگر محصولات های غذایی نمیخرند. همش رو ذخیره کردند.